یه دفعه ما متوجه شدیم در همین جریان به ما اطلاع دادن که یه هیئت آمریکایی آمده ایران. در حدی که قضیه کاملا روشن بشه میگم اون اطلاعات رو هنوز نمیتونیم اعلام کنیم. ناراحت هم شدم از همین جریان که مثلا پیش آمده به ما هم نگفته بودن. That generically the Iranians involved represented the highest level decision makers. اینا دیگه چیزی نیست که ما بتونیم مستند بهش اشاره بکنیم. And so there's it's just a آیا این سلاح ها را داده یا نداده؟ کجا دارید میرید؟ عینت از هوون. تو این خاطرات آقای هاشمی اشاره نسبت به این مسئله داره. این سفر من نمیدونم حالا واقعیش هم این باشه. این کار سریه. اینطوری اصلا نمیشه جواب داد. نواسط مهدی هاشمی آورد با من روبرو کرد. ما میخوایم افشا کنیم برای شما که مشکلی به وجود نمیاد. You deserve the truth. سالهای زیادی بود که دنبال جواب یه سوال خیلی مهم بودم. سوالی که ذهن هر ایرانی رو حداقل یه بار به خودش مشغول کرده. اینکه چرا ایران و آمریکا که قبل از انقلاب سال 57 روابط نزدیکی با هم داشتن، بعد از انقلاب در طول 40 سال تبدیل به بزرگترین دشمن همدیگه شدن. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. و حتی وقتی بعضی از افراد سیاسی دو کشور قصد عادی سازی روابط رو داشتن، بنده اعلام کردم در زمینه رابطه مدنی هیچ گونه مانعی میان دو کشور وجود نداره. نتیجه عکس گرفتن و شرایط تیره‌تر و پیچیده‌تر شده. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. علاقه من به مسائل تاریخی و سیاسی باعث شد تا رشته علوم سیاسی رو در دانشگاه ادامه بدم و به خاطر اون سوال خیلی مهم موضوع پایان نامم رو روابط ایران و آمریکا انتخاب کردم. در طول تحقیقاتم به نتایج مهم رسیدم، اما یه موضوع توجهم رو خیلی جلب کرد که تا اون موقع حتی اسمش رو هم نشنیده بودم. پرونده مکفارلین یا اونطور که آمریکایی ها میگن ایران کنترا. تحقیقاتم رو با تمرکز بیشتر روی پرونده مکفارلین ادامه دادم. وقتی شروع به سرچ کردم مسئله برام جالبتر هم شد. در طول حدود 40 سالی که از تسخیر سفارت آمریکا در آبان ماه 58 میگذره، تنها یک بار یک مقام رسمی آمریکایی به ایران سفر کرده. رابرت مکفارلین، معاون امنیت ملی رونالد ریگان که علنی شدن سفرش در سال 65 جنجال‌های مهمی رو هم در ایران و هم در آمریکا به پا کرد. برام قابل درک نبود که یک مقام آمریکایی در اوج جنگ ایران و عراق بخواد به ایران سفر کنه و با مقامات ایرانی دیدار داشته باشه. این سفر چطور انجام شد و چرا مخفیانه بود؟ دنبال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر بودم. کتاب‌های مربوط به این موضوع رو مطالعه کردم و از اینترنت کمک گرفتم. اما چیز خاصی دستگیرم نشد و منابع زیادی هم به زبان فارسی موجود نبود. صرفاً یه سری اطلاعات کلی بود. ضد و نقیض بودن حرفهای افراد مختلف هم مزید بر علت شد تا سردرگمتر از قبل بشم. تصمیم گرفتم دنبال افرادی برم که هر کدوم به نوعی در جریان ماجرا بودن. یا مورخ بودن و قبل از من درباره پرونده تحقیق کرده بودن، یا سیاستمدار بودن و یا با برخی از افراد ایرانی دخیل توی این پرونده نسبت فامیلی داشتن. کم کم ابعاد پیچیدگی روابط ایران و آمریکا برام مشخص‌تر می‌شد. ظاهراً جریان سفر مکفارلین به ایران از جایی شروع شد که ایران نیاز به سلاح در جنگ با عراق داشت. تازه چند سالی از انقلاب گذشته بود و خیلی از کشورها حاضر به فروش حتی ساده ترین تجهیزات نظامی هم به ایران نبودند و ایران مجبور بود از دلال‌های اسلحه سلاح بخره. سال 64 در اوج جنگ ایران به شدت در مضیقه بود و تلاش می‌کرد هر طور شده سلاح‌های مورد نیاز خودش رو تهیه کنه. بحث این مسائل جنگ و کمبودهای در جنگ هست اینا به گوشم میرسید و میفهمیدم که اینا
مشکلات معضلات زیادی رو برای هم رزمندگان هم برای دولت ایجاد کرده. گاهی هم خب مثلا با حاج آقام که صحبت میشد، حاج آقام مسئله کمبودهایی که تو ایران هست و این حمایت‌های همه جانبه‌ای که دنیای غرب داشت از صدام حسین میکرد برای شکست ایران، اینو کم کم ما میفهمیدیم. با فاصله کوتاهی بعد از جنگ ما به این جنبندی رسیدیم که خیلی از این تسلیحات برای ما قابل استفاده نیست، مگر اینکه بریم تو بازار سیاه. حالا که آمریکایی‌ها تحریم رو در دستور کار خودشون قرار دادن، ما بریم بازار سیاه و از طریق بازار سیاه قطعات رو تهیه کنیم. توی این قضیه قطعاً ارتباطاتی برقرار میشه، منتها تأکیدی که امام تو این قضیه داره این که هرگز شما مستقیم با آمریکایی‌ها وارد مذاکره نشید. به بهانه خرید سلاح‌های غربی بود که پای چهره‌های ایرانی که بعد از انقلاب از ایران فرار کرده بودند به دلالی و فروش سلاح‌ها در اوج جنگ باز شد. یکی از این افراد که در پرونده با اسمش برخورد کردم منوچهر قربانی فر بود که ظاهراً قبل از انقلاب عضو ساواک بوده و حتی بعد از انقلاب هم در جریان کودتای نوژه در سال 59 نقش داشته، اما بعد از شکست کودتا از ایران فرار میکنه و به غرب میره و تا سالها ازش خبری نبوده. اونا فردی به نام قربانی فر که میگفتن که از یک نفر مأموری که در فرانسه دارن قربانی فر بهشون معرفی شده و خودشون میگفتن قربانی فر یه اسم قبلیش آقای سوزنی بوده که رابط موساد و ساواک بوده. این چیزی که از قول اونا من میگم، چون اینم من اطلاع ندارم، و یه کشتیرانی به نام استارلاین داشته، چیزی که اونا میگفتن و میگفتن این رابطه بین موساد و ساواک هم بوده قبل از انقلابش رو میگفتن. Through contacts with middlemen such as Moniker Ghorbanifar. And Mr. Ghorbanifar suggested several incentives. به دلیل سوابقش با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم روابط نزدیکی داشته و ظاهراً اولین بار قربانی فر بوده که تونسته با فردی به نام محسن کنگرلو در دفتر نخست وزیری ایران ارتباط بگیره و پیشنهاد فروش سلاح به ایران رو بده. اینکه یه ضد انقلاب با اون سابقه تابلو با یه مقام ارشد ایرانی ارتباط بگیره واقعاً برام تعجب برانگیزه. اصلاً چطوری قربانی فر تونسته بود با کنگرلو ارتباط بگیره؟ محسن کنگرلو معاون امنیتی میرحسین موسوی بود، اما به دلیل اینکه موسوی چهره نزدیکی به هاشمی محسوب میشد و خود آقای هاشمی هم فرمانده جنگ بود، جریان تبادل سلاح مستقیما به شخص آقای هاشمی وصل میشه. در نشریه لا ریپوبلیکا چاپ ایتالیا که چند سال بعد به جریان مکفارلین پرداخته بود، اشاره شده که بین قربانی فر با میرحسین موسوی از قبل انقلاب هم ارتباطاتی وجود داشته، اما من خودم به سند قطعی نرسیدم. ولی این سوال برام حل نشده بود که چرا قربانی فر با دفتر موسوی ارتباط گرفت و همون اول نتونست مستقیم با دفتر هاشمی ارتباط بگیره. غربی ها اینو میدونستن که ایران توی جنگ نیاز به سلاح‌های ساخت غرب داره، چون از قبل انقلاب ماشین نظامی ایران وابسته به غرب بود و سلاح‌های شرقی عملاً به کارش نمی‌اومد. ما یه سری تسلیحات داریم، اما عرض کردم مثل اینکه فیوزش دست چی باشه، کلیدش دست آمریکایی‌ها باشه. طبیعی است که ما بعد از تحمیل جنگی که آمریکایی‌ها درش نقش اساسی داشتن، ما بریم دنبال بازار سیاه و بازار آزاد برای اینکه بعضی از قطعات رو تهیه کنیم. ایران نیاز داشت به سری سلاح، یک. دومی که امریکایی‌ها پیغام داده بودن که حاضریم که در بخش جنگ به شما کمک کنیم. من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیده بودن که ایران تسلیم میشه، نه شکست می‌خوره و اهدافی که صدام داشته هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه و ممکن هم هست که ایران حتی بتونه با مقاومت این جنگ رو ببره. آقای هاشمی میگن که من وقتی فرمانده شدم با یه طرح رفتم خدمتم. طرح این بود که یک عملیات موفق انجام بدیم و ما در خاک عراق باشیم و بخشی رو بگیریم، بعد مذاکره کنیم جنگ رو. امام مخالف این بودن، یه عده شعار میدن، امام میگن جنگ فقط تا پیروزی.
آقای هاشمی میگه جنگ تا یک پیروزی. اما سوالی که برام ایجاد شد اینجا بود که چرا باید آمریکایی‌ها به ایران که مخالف اونها بود سلاح بفروشن و این چه نفعی برای آمریکایی‌ها داشت؟ اصلا این رابطه بین ایران و آمریکا بعد از 13 آبان 58 رابطه دوتا دشمن سرسخت نشده بود. توی اسناد و مطالبی که درباره پرونده مکفارلین مطالعه کردم به این نکته رسیدم که ظاهراً ماجرا از یک تحلیل سیاسی شروع شده بود. توی مصاحبه یکی دیگه از دلالای اسلحه که اسمش در جاهای مختلف پرونده هم اومده بود و عدنان خاشقچی نام داشت، اومده بود که اولین بار قربانی فر جریانات سیاسی داخل ایران رو در اون ایام تحلیل کرده بود و معتقد بود جریانی که میان رو هست و میشه برای آینده سیاسی ایران بعد از فوت امام روش سرمایه گذاری کرد، جریان سیاسی رئیس وقت مجلس یعنی آقای هاشمی بود که عملاً بعد از امام پرقدرت ترین چهره سیاسی کشور در اون ایام بود. شما هم میتونید. معلوم شد که یه ملت مستضعفی میتونه از طریقی که انتخاب میکنه حقوقش، جریانی که خیلی شعارهای انقلابی نمیداد و توی سیاست خارجی هم سعی داشت با آمریکایی‌ها رابطه مسالمت‌آمیزی داشته باشه. عدنان خاشقچی اهل عربستان سعودی بود و تمایل داشت پای سعودی‌ها و حتی مصری‌ها رو هم به این معامله با ایران باز کنه، اما خب عملاً موفق نشد. زمانی که قربانی فر با محسن کنگلو تو دفتر نخست وزیری ایران تماس میگیره و از اونجا هم به هاشمی رفسنجانی وصل میشن، نظر قربانی فر درباره میانه روی رئیس مجلس تایید میشه. بعدن همین قربانی فر از طرف آمریکایی‌ها مأمور میشه به عنوان یه واسطه با مقامات ایرانی رایزنی کنه تا در ازای آزادی گروگان‌هاشون در لبنان به ایران سلاح بفروشن و اگر شروع مذاکرات موفقیت آمیز بود، مذاکرات سیاسی هم موازی با تبادل سلاح‌ها آغاز بشه. همینجوری نبود که اعتمادش بکنیم که اون به اصطلاح کارایی کرد که اعتماد ما رو جلب کرد. ایشون من آوردمش ایران قبل از هر همینا مدتی بود، شاید تپش 10 روزی 10-15 روزی بود که هر روز صبح من می‌بردمش دادگاه ارتش تحویل می‌گرفت، ایشون اونجا بازجویی می‌شد و همه چیزاش هم راست. بعد از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیلی‌ها در سال 61 بخشی از حلقه‌های مقاومت مردمی برای ضربه زدن به اسرائیل و آمریکا در لبنان بعضی از چهره‌های مهم غربی در لبنان رو گروگان می‌گیرن. چهره‌هایی مثل ویلیام باکلی رئیس منطقه‌ای سازمان سیا در بیروت و بنجامین ویر و همین مسئله باعث ترس جدی آمریکایی‌ها میشه. از سال 61 تا 64 تقریباً بیشتر از 20 نفر از غربی‌ها در لبنان روبوده شدند و هیچ کدومشون هم آزاد نشدند. Anderson was the longest held of more than a dozen Western hostages in Lebanon. آمریکا اولش فکر میکنه که میتونه از طریق سوریه برای آزادی گروگان‌هاش اقدامی بکنه. اما وقتی متوجه میشه سوریه براش کاری نمیکنه، از ایرانی‌ها کمک میخواد. نکته اینه که سال 63 که لبنانی‌های هواپیمای آمریکایی رو روبوده بودن، ایران با دخالت مستقیم آقای هاشمی کمک کرد که گروگان‌های آمریکایی آزاد بشن و همین هم باعث شد تا این بار هم آمریکایی‌ها امید آخرشون ایران باشه. آمریکایی‌ها در لبنان دچار مشکل شده بودند، یعنی بعضی از عوامل آمریکایی، چه حالا عوامل سیاهی که در اونجا حضور داشتن چه عوامل دیگه، اینها توسط لبنانی‌ها به گروگان گرفته شده بودند. اینجا یه تماس‌های غیر مستقیمی صورت گرفت که اگر شما به ما کمک کنید در حل بحث گروگان‌ها، ما هم شرایطی رو فراهم می‌کنیم که بتونید به برخی از قطعات دست پیدا کنید. با واسطه‌هایی پیغام می آوردن از امریکا که آقا
آمادگی داریم که اول در بعد نظامی کمکتون کنیم، بعد در نظر سیاسی و الی آخر. این ارتباطی بود که امریکایی‌ها برقرار کردن. البته این که حالا با آقای هاشمی ارتباط برقرار کردن، این که مثلا ایشون بیشتر تو قضیه جنگ به نوعی مدیریت داشت و در تدارکات، در طراحی عملیات، اینا بالاخره ایشون تا حدود زیادی ایفای نقش کرد، بیشتر به این دلیل بود. به بهانه تأمین سلاح ایران در جنگ با عراق از طریق کانالی که بین کنگرلو در داخل ایران و قربانی فر از طریق آمریکایی‌ها ایجاد شده بود، چند بار محموله سلاح به ایران ارسال شد و در مقابل حتی قرار شد ایران مبلغی پول هم پرداخت بکنه و با گروه‌های لبنانی برای آزادی گروگان‌های ایرانی در لبنان صحبت بشه تا هم خیال آمریکایی‌ها در لبنان راحت بشه و هم در انتخابات کنگره آمریکایی‌ها شکست نخورن و همین که بهانه‌ای برای شروع رابطه سیاسی بین ایران و آمریکا باشه. قشنگ شده بود حکایت یک تیر و چند نشون. خلاصه آمریکا 4 بار محموله‌های اسلحه رو فرستاد ایران با این امید که گروگان‌هاش در لبنان آزاد بشن و از اون طرف تو جنگ ایران و عراق تعادل برقرار بشه و از طرف دیگه فرمانده جنگ که آقای هاشمی بود تو ایران جایگاه قوی‌تری پیدا کنه و به عنوان یک گزینه برای بعد از فوت احتمالی امام در اون سالها مطرح بشه. بله الحمدلله. شما حالتون خوبه؟ توی گزارشی که از روزنامه نیویورک تایمز خوندم، ظاهراً 7 بار تبادل سلاح در سال 64 و بهار 65 انجام شده. تبادل هایی که تاریخشون نزدیک به هم بود و کاملا مخفیانه و به دور از چشم کنگره آمریکا و یا نهادهای رسمی در داخل ایران انجام شده بود. 20 اوت 1985، 14 سپتامبر، 12 نوامبر، 24 نوامبر، 17 فوریه 1986، 27 فوریه و 24 می. موقع خوندن این گزارش‌ها و شنیدن حرف‌های مختلف، این سوال تو ذهنم ایجاد شد که نقش امام به عنوان رهبر انقلاب و سران دیگه کشور در این مذاکرات چی بود؟ اصلاً امام در جریان بود؟ رئیس وقت شورای عالی قضایی که آیت الله موسوی اردبیلی بود و یا ریاست جمهوری وقت که آیت الله خامنه‌ای بود اصلا در جریان مذاکرات پشت پرده قرار داشتن؟ نماینده های مجلس چطور؟ وزارت خارجه به عنوان مسئول سیاست خارجی کشور در جریان این مذاکرات بود؟ اصلا آیا به غیر از آقای هاشمی و میرحسین موسوی و معاونینشون کسی از این مبادلات و مذاکرات پشت پرده خبر داشت؟ برای هیچ کدوم از این سوالات جواب روشنی نداشتم. به جوابی هم نمیرسیدم و همه چیز غیر شفاف بود. اینا اومدن با ما معامله کردن، گفتن که گروگانا رو شما آزاد بکنیم، ما این کارا رو میکنیم، ما عوض میدیم. یه سری قرار مدار گذاشتن. بعد از حادثه TWA که در لبنان اتفاق افتاد و ما کمک کردیم برای رفع اون قائله و بعدش من سفری کردم به ژاپن، به نظر رسید که مسئولان آمریکا به فکر افتادن که وضع جدیدی رو به وجود بیارن. پیغام هایی از طریق دولت ها و مقامات رسمی دادن که ما آمادگی داریم که نیازهای شما رو تأمین کنیم. در پیغام هاشون هم از ما میخواستن که در نجات سایر گروگان های آمریکایی در لبنان به اونها کمک بکنیم. و وقتی ایران واسطه میشه بین لبنانی‌ها و گروگان‌های آمریکایی آزاد میشن، بعدش آمریکایی‌ها به هیچ کدوم از تعهداتی که کردن عمل نمی‌کنن. دهه 60 دهه کلیدی برای خیلی از شخصیت‌ها بود. کسایی که مسئولیت‌های مهمی در کشور داشتن و در اون سالها تصمیم گیری خیلی از مسائل بر عهده اونها بود. مثلا آقای موسوی که نخست وزیر بود و در واقع جز 5 نفر اول کشور محسوب میشد. یا آقای هاشمی که رئیس مجلس بود و در عین حال از طرف امام در سال 61 فرماندهی جنگ رو هم بر عهده گرفت. تا آخر جنگ هم فرماندهی جنگ با آقای هاشمی موند.
چون مسئله جنگ برای ایران اولویت اول بود، کسی هم که در اون سالها مسئولیت جنگ روی دوشش بود قاعدتاً مسئولیت‌های مهمی داشت. سال 64 آقای هاشمی سفری به سوریه داشت تا با حافظ اسد رئیس جمهوری وقت سوریه دیدار کنه. ظاهراً در همین دیدار بود که مسئله هواپیماربایی لبنانی‌ها که فرماندهی عملیاتش با عماد مغنیه بود مطرح شد و آقای هاشمی به دلیل نفوذ ایران در بین شیعیان لبنان رایزنی‌هایی را انجام داد تا این هواپیماربایی حل بشه و گروگان‌ها آزاد بشن. Good evening. On the road to Damascus, that's where the hostages may well be within a few minutes if they haven't already started, heading overland to freedom. It's 9:30 Saturday morning in Lebanon. Chris Drake, our bureau chief in Beirut, is standing by. Chris, what details can you give us about the hostages' departure? ظاهراً با آزادی گروگان‌ها آمریکایی‌ها متوجه نقش مهم ایران و آقای هاشمی در این مسئله میشن و روی هاشمی رفسنجانی تمرکز بیشتری میکنن. اونها متوجه میشن میشه معامله‌هایی رو با ایران انجام داد. نگاه آقای هاشمی هم در عرصه حل مسئله جنگ از طریق دیپلماسی و هم در ارتباط با تجدید روابط با آمریکایی‌ها یه اشتراکاتی رو با آمریکایی‌ها ایجاد میکنه. لذا ببینید که آمریکایی‌ها از این قضیه استفاده میکنن، از اون دو محوری که امام اون رو مجاز دونسته استفاده میکنن تا هدایت کنن بحث رو محورهایی که بسیار کلانتره و بسیار وسیع‌تره. مسئله از همینجا شروع شد و آمریکایی‌ها با واسطه تونستن با آقای هاشمی دسترسی پیدا کنن. بین اسناد و بریده روزنامه‌هایی که مشغول مطالعهشون بودم به نکته جالبی رسیدم که سوال کلیدی من هم دقیقاً همینجا بود. خرداد 65 رابرت مکفارلین معاون رونالد ریگان به همراه ویلیام کیسی رئیس سازمان سیا و سرهنگ الیور نورث از مقامات وزارت دفاع آمریکا و چند نفر دیگه به تهران سفر میکنن. یه دفعه ما متوجه شدیم در همین جریان به ما اطلاع دادن که یه هیئت آمریکایی آمده ایران با هواپیمایی که قبلا اجازه گرفته بود که از ایرلند برای ما قطعات بیاره که برای ما ابتداعا غیر قابل باور بود. تعجب ما بیشتر شد وقتی که گفتن که آقای مکفارلین هم در رأس این هیئت هستن. ما ابتداعا میخواستیم اونها رو نپذیریم و برگردانیم از فرودگاه. بعد فکر کردیم که چیزایی باید از اونها بفهمیم بعد که این سفر رو چرا انجام دادن. گفتیم آقایون رو با احترام منتقل کردن به هتل و اونجا ماموران امنیتی ما اونها رو زیر نظر گرفتن. در جریان صحبت هایی که شد همون ماموران امنیتی انجام دادن به اضافه یک نفر از افراد واردتر به امور سیاسی که به طور ناشناس در میان اونها بود. ما بیشتر به این نتیجه رسیدیم که حسن نیتی در کار نیست. سوال من این بود که چطوری مکفارلین تونسته بود به ایران بیاد و هواپیماش در فرودگاه مهرآباد بشینه. ممکن بود برخی از سران ایرانی مثل آقای هاشمی یا موسوی در جریان سفر بوده باشن ولی به دیگران چیزی نگفته باشن. برام سوال برانگیز بود که چطور میشه یه مقام عالی رتبه آمریکایی ریسک همچین سفری به تهران رو اون هم با پاسپورت‌های جعلی کشور دیگه بپذیره بدون اینکه با داخل ایران هماهنگ کرده باشه. آقایون صریحاً دروغ به ملت آمریکا گفتن که ما با پاسپورت خودمون رفتیم ایران، در صورتی که فتوکپی پاسپورت هایی که اینها داشتن الان پیش ما موجوده که ایرلندی. Can we see those passports? میتونیم اینها رو ببینیم. یکیشو بهتون نشون میدم. برای نمونه، بقیهش مال بعده. اینا همه پاسپورت های ایرلندی آقایونه. این مال آقای مکفارلین. This is the photocopy of an Irish passport
that belonged to Mr. McFarlane when he entered Iran? ظاهراً بعد از منع امام از انجام این ملاقات‌ها، مکفارلین چند روز توی تهران میمونه و بالاخره با چند نماینده مجلس مثل دکتر هادی نجف آبادی، حسن روحانی و افرادی مثل دکتر لواسانی دیدار میکنه و در این دیدارها معاون میرحسین موسوی یعنی محسن کنگرلو هم حضور داشته. ما از اول اشتباه کردیم، تو هتل گذاشتیم این همه ساختمون، ما یه ساختمون نداشتیم. یعنی سپاه گفت باید من پاشم آنجا باشه. جلسه گذاشتیم، خلاصه کاری نداریم. امام متوجه شد، استمدها متوجه، سران سه قوه همه، چون که من وظیفه داشتم تو جلسه بیان کنم و تو جلسه هم استمدها بود. معناش اینه که گزارش میاره امام میده دیگه. به خاطر اینه آقای خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی نخست وزیر، آقای هاشمی همه در جریان کار بودن. گفتن که همش سر آزادی این گروگانا باز بود که شما این کارو بکنید، این کارو بکنید، برای تاریخ و برای آزادی انسان ها، پیرمردن، مریضن، هم چیان، هم فلانن. مذاکرات بالاخره به نتیجه مشخصی نمیرسه و مکفارلین از ایران میره. ایران که از انجام تبادل‌ها راضی نبوده و معتقد بوده آمریکایی‌ها به تعهداتشون کامل عمل نکردن، پول سلاح‌های آخر رو نمیده و از طرف دیگه هم قربانی فر با سوء ظن آمریکایی‌ها مواجه میشه. دلال‌ها مدعی‌اند یه مبلغی از ما هنوز طلبکارن، ولی ما منتظریم ببینیم قیمت واقعی چی بوده. آمریکایی‌ها یه محموله سلاح که موشک تاو بوده رو با آرم اسرائیل به ایران منتقل کرده بودن که با اعتراض ایران مواجه میشه. اونا چند بار هم تعهداتشون رو دیر انجام دادن و محموله‌هاشون با تأخیر به بندر عباس و تبریز و تهران ارسال شد. ظاهراً بعضی از این محموله‌ها هم معیوب بوده، یعنی سلاح‌ها خراب بودن و اینطوری سر ایران کلاه گذاشته بودن تا خیالشون راحت بشه که توازن در جنگ خیلی به هم نخوره. عملاً امریکایی‌ها بد عمل کردن طبق معمول، یا به وعده‌هاشون عمل نکردن، مثلا حتی سلاحایی که دادن سلاحای درستی نبود. همین سوء ظن و بدعهدی‌ها باعث میشه تا پرونده تبادل‌های پشت پرده ایران و آمریکا گره بخوره و قربانی فر که خودش رو متضرر میدیده و پول محموله آخر گیرش نیومده بوده، تصمیم بگیره به یکی از مقامات ارشد کشور نامه بنویسه و درخواست پولش رو بکنه. قائم مقام رهبری یعنی آیت الله منتظری ظاهراً بهترین گزینه ممکنه که قربانی فر بهش نامه بنویسه. برای همین قربانی فر بعد از نامه‌نگاری با کنگرلو و شکایت از انجام ناقص تعهدات با آیت الله منتظری نامه می‌نویسه و جریان رو شرح میده. این جریان مکفارلین رو به ما نگفته بودن، من اطلاع نداشتم. یکی از خویشان ما که در تهرانه آمد به من گفت یه همچی چیزی هست. من خیلی میخواست باورم نیاد، گفتم چی تو پس به من نگفتم، تا اینکه 2 نامه از قربانی فر برا ما آمد. من 2 نامه رو که خوندم دیدم پس معلوم شه قضیه مکفارلین راسته. برام سوال شد که نامه‌نگاری قربانی فر با آیت الله منتظری طبیعی بوده؟ به خاطرات آیت الله منتظری مراجعه کردم تا ببینم درباره این جریان چیزی در خاطراتشون هست یا نه، که دیدم نوشتن ظاهراً فردی به نام امید نجف آبادی از قبل انقلاب با منوچهر قربانی فر در ارتباط بوده و همین ارتباط امید نجف آبادی به عنوان واسطه با یه عضو ساواک با آیت الله منتظری قابل تأمل بود برام. چرا یه روحانی انقلابی باید با یه عضو ساواک در ارتباط باشه و ازش پول بگیره؟ چرا همین روحانی انقلابی هم باید فردی نزدیک به آیت الله منتظری باشه؟ نامه آقای قربانی فر بود خطاب به آقای محسن کنگرلو و اینو مرحوم امید نجف آبادی آورده بود و داده بود به مرحوم آیت الله منتظری و آقای منتظری هم داده بود دست آقای هادی هاشمی. اما آقای هادی هاشمی این نامه رو تاکید داشتن که به هیچ وجهی منتشر نشود و لذا به ما میدادن، میخوندیم و پس میگرفتن. آقای موسوی خوینی ها داستان کل کشور بود. رئیس دفتر ایشون یه آقای بود به نام سید عباس رفیعی که من زنگ زد و به من گفت که شنیدم یه اسنادی هست در مورد سفر مکفارلین و چیزای مهمی توشه و یه دونه، خب اون زمان که فاکس اینا نبودن، و یه دونه فتوکپی برای ما تهیه کن. من به ایشون گفتم آقای اسد عباس این اسناد رو آقای هادی هاشمی میده افراد بخونن و پس میگیرن و به هیچ عنوانی تکثیر نمیکنن.
اینه که اون داستان وقتی که سر صداش رفت بالا، اون اسناد که پخش شد، دیدن که در اون اسنادی که مطرح شده مسئله فقط اسلحه نیست و به خصوص حرفایی که مرحوم امید نجف آبادی از قول آقای همون به اصطلاح قربانی فر شنیده بود، این بود که اینا برای آینده به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی هم به اصطلاح تو مذاکرات اینا بوده که یه افراد معتدل بیان سر کار. بعد از سفر بی نتیجه مکفارلین به تهران و بی‌اعتمادی ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها به قربانی فر، ظاهراً مذاکرات برای چند ماه متوقف میشه و دیگه سلاحی هم بین دو کشور رد و بدل نمیشه. سفر مکفارلین به تهران مخفیانه بوده و به جز سران رسمی کشور کسی از این سفر مطلع نمیشه و ظاهراً ارتباطات قطع میشه. اما پرونده اینجا بسته نشده و همه چیز باز مخفیانه ادامه پیدا کرده. بین تحقیقاتم متوجه شدم دوباره از تابستون همون سال 65 کانال ارتباطی جدیدی بین ایران و آمریکا باز شده که عجیب بود برام. چطور میتونست دوباره این اتفاق بیفته؟ وقتی رفتیم در بلژیک بودیم، من لندن نرفتم هیچ وقت و اینا، با چند تا صحبت میکردیم مسائل مختلف. آقای ساداتیان بیشتر هدفشون میگفت یه گروهی نمیخوان با مقامات ایران، اصلا بحث آمریکا و اینا مطرح نبود، گروهی میگن مثلا ما میتونیم کمک کنیم به مسائل جنگ و سلاح و اینجوری میتونیم کمک کنیم. من گفتم حالا من که چون ویزا انگلیس نداشتم اون موقع، گفتم من الان که بلژیک هستم تا یه ماهی هستم اینجا، اگر شما میخوام بیان اینجا. که اولین ملاقات در همون محل هتلی که ما بودیم اونجا انجام شد. در اونجا 3 نفر اومده بودن. یک ژنرال سیکورت بود که خودشو که معرفی گفت من قبلا معاون وزارت دفاع بودم ولی توی عملیات دارم کمک میکنم. یه آقای حکیم بود، آلبرت حکیم بود، که ادعاش این بود که در ایران که رفتم با نام مستعار رفتم و مثلا با یه اسم دیگه رفتم توی با همراه مکفارلین. و یا اون آقای تاجری که در حقیقت به ما معرفی شده بود که میگه من کمک میتونم بکنم به مسائل تسلیحاتی ایران. خودشم کشتیرانی داشت و خیلی آدم ایران ترددم داشت تا مدتی و اینا. اون آقا بودن ستایی تو هتل که بودیم. البته بخشی از صحبتاشو اینا گفتن که اون تاجره نباشه و مثلا خودمون میخوایم صحبت کنیم. در اون اولین جلسه اومدن توضیح دادن که اصلا چه اتفاقی افتاده، آمریکا قصد کمک به ایران داشته، با این فضا حرکت کردن. از اون برم تقاضاهایی داشته مثل آزادی گروگان‌ها و اینجور چیزا، رفته همه کارا انجام شده. بعد اون موقع میگفتن مشاور امنیتی ملی ما اومده ایران و به جای این که باش ملاقات کنن در حقیقت به صورت زندانی و خیلی باش بد برخورد شده و اونام همه حرفشون این بود که ما با کانال قبلی قطع کردیم، میخوام از یه جای جدیدی واقعا به یه نفری که دارای مسئولیت در جنگ هست یا نزدیک مثلا حضرت امام هستن گزارشی بدیم، ببینیم اصلا واقعا اونا در جریان بودن نبودن، ممکن اصلا ما بازی خورده باشیم. کارهای سیاسی که واسطه در بین هست هیچ وقت قطعی نمیشه اظهار نظر کرد، برای اینکه واسطه یه جوری میاد با شما حرف میزنه، یه جوری میره با اون حرف میزنه، معلوم نیست که همه حرفا رو کامل مثلا عدنان قاشقچی یا قربانی فر ممکنه یه حرفای از آمریکایی‌ها بوده، یه حرفایی هم خودشون اضافه میکردن به نقل از آمریکایی‌ها میگفتن، یا یه حرفایی از مقامات ایران میرفتن به اونها میگفتن که اصلا هیچ مقام ایرانی حرفو نزده بوده. ظاهرا آقای هاشمی باز در پشت پرده سعی میکرده مذاکرات رو به پیش ببره و این بار برادرزادش با هماهنگی فرمانده وقت سپاه یعنی محسن رضایی مشغول رایزنی با آمریکایی‌ها میشه. من رفتم خدمت آقای انصاری یه مقداری موضوع رو نه به این صورت باز کنم که حالا یه دی اومدن اینجا ایران این اتفاق افتاده، نه. انصاری که خدمت امام بودن، هاشم حمدعلی انصاری که همیشه همراه امام ایستادن، چون احمد آقام گفت با ایشون بگو، ایشون اگه ببینه کمکی میشه.
ایشون به من گفت خیلی خوب، پس تو با حاج آقا نمیخوای صحبت کنی، آقای رضایی که آقای رضایی خیلی، چون آقای رضایی هم یه شناخت کلی نسبت به من داشت، چون اون موقع من پادگان ابوذر بودم و بعد لشکر نجف اشرف بودم، لشکر محمد رسول الله بودم، شناخت داشت از من. وقتی رفتم یعنی به کاملا منو میشناخت، اینجور نبود که حالا یه آدم ناشناسه مثلا خیلی. گفتم پس من خوبه، آقای رضایی خوبه و شما معرفی کنید. ایشون زنگ زد به آقای محسن رضایی، به من گفت که ایشون میاد پیش شما و یه سری مطالبی میگه، ببینید چیه موضوعش. من وقتی برای آقای رضایی اینو نقل کردم و دیگه مثل همون گزارش که به آقای هاشمی دادم، ایشون اتفاقا گفت بنویس گزارشتو. دادم، ایشون تایید کرد موضوع رو، گفت بله همچین چیزی بوده، اینا هتل استقلال بودن و داستان اینجوری بوده، ما تعجب میکنیم چرا رابطه قطع شده و اینا. من حالا به شما عرض میکنم که شما چی کار کنید و اینا، که بعدها به من گفتن که شما دیگه در ارتباط با ما کار کن، نمیخوایم با آقای هاشمی فعلا گزارش بدی. من یه نام مستعاری هم حتی انتخاب کردن، گفتن شما به این نام بیا اینجا تردد کن و مسائل و گزارش‌های بده، منم شما رو معرفی میکنم به یه واحدی که مسئول همین کاره. شما نمیتونید بگید که آقای محسن رضایی عنان این کار رو در دست میگیره. خیر، یعنی در واقع آقای محسن رضایی در وادی وارد میشه که آقای هاشمی مایل ایشون وارد بشه، منتها کنترلش کاملا دست چیه؟ آقای هاشمی است، ابزارش هم ابزار آقای هاشمی است. این کانال دوم هم موفق میشه در حدود 3-4 محموله از آمریکایی‌ها خریداری کنه و به داخل ایران بیاره و در ازاش اولین گروگان آمریکایی در اوایل آبان سال 65 آزاد میشه. تبادل سلاحایی هم که علی هاشمی در اون نقش داشته به روایت روزنامه نیویورک تایمز در سال 1986 از این قرار بوده: 14 ژوئن، 4 اوت، 28 اکتبر. واقعا گیج شده بودم که چرا بعد از اتفاقات سفر مکفارلین به تهران و نهی امام از انجام دیدار با اون و بسته شدن باب مذاکرات برای سلاح، باز هم مذاکرات ادامه پیدا میکنه. البته وقتی به خاطرات آقای هاشمی مراجعه کردم دیدم آقای هاشمی گفته که در جریان مذاکرات نبوده. آقای هاشمی داشت چی رو مخفی میکرد؟ جالبتر اینجا بود که آمریکایی‌ها حتی وقتی گروگانشون در اوایل آبان 65 آزاد شده بود، باز از ایران پول سلاحاشون رو میگرفتن و این پول هم به ادعای خودشون بیشتر از 7 برابر قیمت اصلی بوده. ولی قربانیفر میگفته که فقط 40% از قیمت واقعی بیشتر بوده و در واقع بخشیش برای دلال‌های اسلحه بوده و بخشیش رو آمریکایی‌ها به شورشیان کنترات رو نیکاراگوئه میدادن تا دولت انقلابی نیکاراگوئه با پول ایران سرنگون بشه و کنگره آمریکا هم چیزی از این ماجرا نفهمه. مسئله کاملا برام گیج کننده شده بود. چیزی که من بعد از کلی مطالعه و چند تا مصاحبه متوجه می شدم این بود: آمریکایی‌ها 2 هدف کلی رو در پیش گرفته بودن. یکی اینکه گروگان‌هاشون در لبنان آزاد بشن و انتخابات آمریکا رو ببرن و از طریق ایران اهدافشون در لبنان محقق بشه و همزمان هم پول سلاح‌ها رو چندین برابر بیشتر از ایران بگیرن تا هم پول سلاح‌ها در بیاد، هم بتونن به متحدینشون در جاهای دیگه مثل نیکاراگوئه کمک کنن و دولت انقلابی اون کشور رو ثابت کنن بدون اینکه کسی خبردار بشه این پول از کجا اومده. هدف دومشون همین بود که با تقویت یه جریان سیاسی داخلی مثل جریان آقای هاشمی کاری کنن که ایران در جنگ با صدام به توازن برسه. در سال 1366 آقای کورانی از علمای لبنانی مقیم قم ایشون یه تشکیلاتی هم این مسلمانان پاکستان دارن، آقای کلیم صدیقی معروم شد، اومده بود رفته بود پیش مرحوم آیت الله منتظری و یک کیف سامسونت پر از مدارکی داشت. یکی از دوستان ما رو برده بودن به عنوان مترجم اونجا که ایشون مترجمش ظاهرا ضعیف بوده، منو خواستن. من رفتم و گفتن که امشب برو خونه آقای کورانی آقا رو خواسته که معاون کلیم صدیقی بود و با یک کیف سامسونت مدارک از انگلستان اومده بود در ارتباط با مکفارلین.
تو این مدارک اینقدر مدرک بود که یعنی مذاکراتی که بوده تو تمام این تقریبا مدارک این بود که اینا شرط کردن با به اصطلاح طرفای ایرانی که باشون مذاکره میکردن که به شرطی که برای آینده بعد از فوت مرحوم امام رحمت الله علیه رادیکال ها نخوان بیان سر کار. این وسط فقط یه عده معدود از پشت پرده تبادل سلاح‌ها و مذاکرات سیاسی برای آینده ایران اطلاع داشتن. یه عده کسانی بودن که از نزدیکان آقای هاشمی بودن، مثل میرحسین موسوی و معاونش محسن کنگرلو، و بقیه افرادی مثل محسن رضایی و فریدون وردی نژاد، معاون محسن رضایی در سپاه. سران کشور مثل امام یا آقای موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور هم فکر می‌کردند که مسئله فقط خرید سلاح هست و چون ایران هم شدیداً از نظر تسلیحاتی تو مضیقه بود و جنگ برای ایران اولویت اول بود، کسی با خرید اسلحه مشکلی نداشت. آقای اردبیلی همون زمان که این قضیه اتفاق افتاد، آقای اردبیلی شبای جمعه تشریف می‌بردن تو بغل خونه آقای منتظری خونه بود، اقتصاد درس میدادن. منم اتفاقا تقریبا میشه بود مسئول جلساتشون بودم. وقتی که این داستان اتفاق افتاد، آقای سلمان صفوی داداش آقای رحیم صفوی، ایشون هم خیلی نزدیک بود به آقای اردبیلی و در این جلسات شرکت میکرد. من اون شب دیر اومدم، چراش یادم نیست، ولی وقتی اومدم دیدم آقای اردبیلی تو همون خونه بغلی که به اصطلاح جنب خونه آقای منتظری اقتصاد درس میدن، وقتی که این اسناد مکفارلین بهشون نشون داده بودن، ایشون تعجب کرده بود و در اومد به آقای سلمان صفوی، چون سیگار میکشید آقای سلمان، گفته بود این اسناد سیگار میخواد و وقتی سیگار کشیده بود دومین سیگارم طلب کرده بود که وقتی از منزل اومدن بیرون من اینو دیدم و دور ور ایشون 7-10 تا از رفقای من بودن و لذا برای من مستند و قابل واقعا ارائه است، یعنی فقط یک نفر نیست، متواترا همه اینا تعجب کردن که گفتن آقای اردبیلی وقتی این اسناد آقا سلمان بهش میده و میبینه تعجب میکنه. یعنی این بهترین دلیله که آقای اردبیلی که رئیس قوه قضاییه ایران بوده و آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم میگه که ایشون سران قوا در جریان بودن، حداقل با خاطر آقای اردبیلی نقض میشه طرف آقای هاشمی رفسنجانی. بالاخره معلوم نشد آیا این سلاح‌ها را داده یا نداده، اگر داده به وسیله اسرائیل داده یا بدون وسیله داده، چرا داده، به کی داده. خیلی از مسئولین کشور فکر می‌کردن که مسئله فقط خرید سلاح برای جنگ و بس. اما چیزی که نفهمیدم این بود که چطوری این ماجرای پشت پرده لو رفت. اگه فقط افراد محدودی در جریان بودن و همه چیز داشته تقریبا طبق برنامه بین آمریکایی‌ها و طرف‌هاشون تو ایران پیش می‌رفته، پس چطور نشریه الشراع لبنان از مسئله باخبر میشه و ماجرا رو لو میده؟ توی مصاحبه‌های مختلفی که از افراد مطلع مثل محسن کنگرلو با روزنامه شرق خوندم، همیشه به این نکته تاکید داشتن که اگه ماجرای مکفارلین لو نمیرفت، ایران به موفقیت‌های زیادی میرسید و در جنگ فتح الفتوح میشد. اما من متوجه نشدم وقتی سلاح‌های معیوب به ایران داده شده بود یا سلاح‌هایی که از عمد آرم اسرائیل داشت و سیاست خارجی ایران رو به چالش می‌کشید، و یا وقتی چندین برابر پول سلاح‌ها رو می‌خواستن از ایران بگیرن و به یکی از مخالفین دولت‌های حامی انقلاب ایران در نیکاراگوئه بدن و آینده جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، این چه فتح الفتوحی بود؟ همیشه حامیان مذاکرات مکفارلین هم اینطوری واکنش نشون میدادن که امام در جریان همه چیز بوده و به همین خاطر هم ایران راضی به انجام مذاکرات بوده و همچنین آمریکایی‌ها دلشون می‌خواسته این پرونده به نتیجه برسه و بین ایران و آمریکا رابطه سیاسی برقرار بشه و ماجرای مکفارلین صرفاً بهانه بوده. اما این وسط همیشه از مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری که بعدها اعدام شد، و بیت خود آیت الله منتظری به عنوان افشا کننده های ماجرای مکفارلین نام میبرند. اما چرا مهدی هاشمی و آیت الله منتظری باید ماجرا رو افشا میکردن؟ یه شبم منزل مرحوم امام بودیم، شام اونجا بودیم، سران بودم، مرحوم آیت الله خمینی هم بودم، احمد آقام بود. اون شبم من یادم است که همین اعتراضمو
ذکر کردم که این کار غلطی بوده. بعدش من کم کم قضایای سید مهدی آمد و سید مهدی هم جریان مکفارلن فهمیده بود، به روزنامه الشراع لبنان خبر داده بود و اینا. آقایون هم خیلی ناراحت شدن. ما اگر نگاه کنیم به اسناد، آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1064 در شهریور ماهش من دارم اونجا مطرح میکنه اینو که مسئله مکفارلین از تابستان آغاز شده بوده. یعنی نشون میده که اگر تابستان ما تیر ماه حساب بکنیم و هاشمی در شهریور مصاحبه کرده، 1 سال و حدوداً 3 ماه بعدش 4 ماه بعدش رو سید مهدی هاشمی 20 آبان دستگیر شد، 20 آبان 1165. ولذا نه ممکنه حالا بیان یه عده تحلیل میکنن که میگن بله چون می‌خواستن با سید مهدی هاشمی برخورد کنن اینا، ولی من معتقدم نه، مسئله مکفارلین ارتباطی به اطاعت شخص خودمه، به دستگیری سید مهدی هاشمی نداشت. باند مهدی هاشمی تصورش این بود که با افشای این قضیه میتواند یک بحران ایجاد کنه. این موضوع توسط یک روزنامه در لبنان به نام الشراع که ظاهراً اطلاعاتش رو حالا بنا به روایتی از آقای مهدی هاشمی گرفته بودن که او هم از آقای منتظری گرفته بوده و به این ترتیب لوم میره. 1 شب یا 2 شب که سید مهدی هاشمی برد خودش به وزارت اطلاعات معرفی کنه در سال 1165 رفتم خونه ایشون، چون گفت بیا کاری دارم و گفت من دارم میرم. من تعجب کردم، گفت آره وزارت اطلاعات گفته که بیا و برمیگردی و بعد مرحوم آقای منتظری هم منو خواسته و گفته برو طور نیست و برمیگردی. این حرفا هیچ صحبتی ایشون در مورد مکفارلین نکرد. بعدم در زمانی که در سال 1166 برای مرحوم سید مهدی هاشمی دادگاه اولیه گرفتن که آقای رازینی قاضی بود و آقای فلاحیان داستان بود، منو خواست دادگاه اطلاعات و منو بردن زندان اوین. اونجا آقای رازینی رفت و سید مهدی هاشمی آورد با من روبرو کرد. نشستیم با هم یه نیم ساعتی تو اتاق بودیم. هیچ صحبتی، با اینکه هر گونه چیزی که احتمال داشت بشه روش دست بذارن و به اصطلاح مانور بدن مطرح می‌کردن، هیچ اشاره‌ای نه آقای فلاحیان نه آقای رازینی در ارتباط با سید مهدی نداشتن که ایشون این کارو کرده باشه. ولی میشه تحلیل کنی که چرا اون زمان نه ایشون ولی کسایی که حالا من خبرم ندارم واقعا، نمیدونم، من چوی کار نکردم، که همین افرادی که وابسته بودن به بیت آقای منتظری که خدا مسلم تو خاطراتش آورده اینه دیگه، یه کسی فرستاده شد برای الشراع. مهدی هاشمی که خب از اول معلوم بود خط مشیش، ایشون آدمی بود که خب همون اوایل انقلاب یه عده‌ای حاجی بیچاره بدون اینکه اطلاع داشته باشن رفته بود توی ساکای اینا TNT گذاشته بود و فرستاده بود عربستان حجاج. خب اینا که تو رسانه‌های ایران منتشر شده همین مطالب. یه همچون آدمی که بدون هماهنگی با مسئولین و نظام و مراجع رسمی یه کاری میکنه که لطمات وحشتناکی هم اون زمان خلاصه در بی‌اعتمادی طرف‌های سعودی و کشورهای خلیج فارس به جای گذاشت که امام هم به شدت روی ایشون حساس بود و منفی بود نظرش راجع به ایشون. اینا هم توی بیت از چه طریقی بالاخره، حالا من نمیدونم از چه طریقی متوجه شدم، اینا خط رو دادن به الشراع و الشراع قضیه رو منتشر کرد. این در مورد افشاییه که بالاخره جعبه سیاهیه که مونده. ببینید اولین بار توی خبرگزاری‌ها پچ افتاد که ایران با آمریکا مذاکره انجام داده. برای شما جالبه که بدونید هر دو طرف تکذیب کردن، چون قاعدتاً آقای وردی نژاد که ادامه میداد مذاکراتو به اونا گفته مثلا شما تکذیب کنید ما هم تکذیب میکنیم دیگه، قاعدش این بوده دیگه، چون دیپلماسی نهان بوده نمیخواستن آشکار بشه. هر دو طرف تکذیب میکنن، میگن نه همچین چیزی نبوده. وقتی الشراع اینو با مشخصات مکفارلن زد، نه کانال دوم، بلکه کانال دومو نگفته بود، مکفارلن رو گفته بود و اومدن در تهران گفت. الان مدیر الشراع در مصاحبه‌ای که با بی‌بی‌سی داشته خودش نقل کرده میگه من نشسته بودم داشتم روزنامه سفیر رو میخوندم که سمت چپ صفحه اولش تیتر زده بود بازداشت سید مهدی هاشمی به اتهام خیانت. من مهدی هاشمی رو میشناختم. خدا بیامرز شیخ محمد منتظری به من معرفیش کرده بود. وقتی که وارد شدن بهشون گفتم جریان چیه؟ چرا گرفتنش؟ گفتن ما اومدیم که بگیم چرا اینطور شده و در تهران چه اتفاقی افتاده.
من متوجه شدم که اطلاعاتی رو که اینها برام آوردن سرتیپ ایاد محمود فرستاده. ایاد محمود و این ایاد محمود کی بود؟ ایاد محمود کان ایاد محمود کاردار سفارت سوریه در تهران بود و همون کسی بود که در آزادی رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت که گروگان گرفته شده بود نقش ایفا کرد. ایاد محمود از دوستان نزدیک من بود و او بود که اینها رو فرستاده بود که برای من اطلاعات بیارن. من اعز اصدقاء ایاد محمود و هو الذي ارسل هؤلاء لكي ایاد محمود از طریق سید مهدی هاشمی خبردار شده بود که مکفارلین به تهران رفته و با رفسنجانی معامله کرده که در برابر آزادی گروگان‌ها سلاح و قطعات مورد نیاز هواپیما به ایران بفرسته. ارسال اسلحه و اخراج الرهائن. هل کشف فاش شدن این ماجرا اثری هم بر روابط ایران و سوریه گذاشت؟ ایرانی سوریه آنذاک. البته من خیلی با احتیاط رفتار کردم. یه سرمقاله نوشتم و تیتری که براش رو جلد مجله زدم این بود: صراع بین منطق الدوله و منطق الثوره. نزاع بین منطق انقلابی و منطق کشورداری، این است آنچه در ایران می‌گذرد. نوشتم که نماد منطق کشورداری رفسنجانیه و نماد منطق انقلابی سید مهدی هاشمی و نزاع بین اینها به جایی رسیده که یکیشون میگه مکفارلین مخفیانه به ایران آمده. و انت کسبت المعلومات دقیقاً چه زمانی اطلاعات رو دریافت کردی؟ آخر اکتبر 1986 و بلافاصله هم منتشر کردی. نعم وصدر العدد في 2 نوامبر. بله مجله 2 روز بعدش در اومد، 2 نوامبر. صبح که مجله در اومد، نورا بستانی خبرنگار واشنگتن پست بهم زنگ زد. گفت میشه بگی این خبر رو از چه منبعی به دست آوردی؟ لا صحافي يتحدث عن مصدريه لكن اقول لك انهم ايرانيون. گفتم هیچ روزنامه نگاری منبع خبرش رو فاش نمیکنه، ولی من بهت میگم که ایرانی هایی از دفتر سید مهدی هاشمی این خبر رو به من دادن. سه‌شنبه همون هفته که رفسنجانی به درستی خبر اعتراف کرد، واشنگتن پست این خبر رو تو صفحه اولش چاپ کرد. انت كنت تعرف مهدی؟ شما با مهدی هاشمی آشنایی شخصی داشتی؟ باهاش در تماس بودی؟ كنت التقي في طهران. من در تهران دیده بودمش، پیش محمد منتظری. في منزل صديقنا محمد منتظری. ظاهراً مهدی هاشمی اون ایام درگیر سوابق مشکوک گذشته خودش مثل قتل‌های سازمان یافته و ارتباطش با ساواک شده بود و برای اینکه بخواد فشار رو از روی خودش برداره می‌خواسته تو کشور جنجال سازی بکنه تا نگاه‌ها از روی پروندهش برداشته بشه. از طرف دیگه آیت الله منتظری هم دوست داشته همه چیز زیر نظرش باشه و وقتی متوجه شده خط سیاسی آقای هاشمی به دنبال نقشه کشی سیاسیه نگران شده و به آقای هاشمی هم با لحن تندی شکایت کرده بود. آقای هاشمی یه روز آمد اینجا، گفتم چرا جریان مکفارلین رو به من نگفتی؟ گفت میخواستیم بعداً به شما بگیم. گفتم گرچه چه بعداً میخواستید به من بگید؟ 2-3 ماه گذشته. بعد بالاخره ما از اینجا مطلع شدم و ناراحتم شدم از همین جریان که مثلا پیش آمده به ما نگفته بودن. آقای منتظری قائم مقام بودن در اون زمان. فرض بر این بود که وقتی امام به رحمت خدا میپیوندن ایشون مسئولیت داشته باشن و وظایف انجام بدن. ایشون که وظایف اجرایی قائم مقام نداشت مگر که یه وقتی امام یه چیزی می‌خواست واگذار کنه به ایشون برای پیگیری، اگر نه ایشون که تو مصوبات مدرس یا مصوبات دولت اینا نه دخالتی داشت نه حق دخالتی داشت. خلاصه ماجرای مکفارلین در 12 آبان سال 65 در مجله الشراع لبنان منتشر شد که از طریق افراد نزدیک به مهدی هاشمی این خبر به الشراع رسیده بود. چند روز قبلش هم وقتی یکی از گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد شد، رسانه‌ها حدس زده بودند که احتمالاً زدوبندهایی در پشت پرده بوده. به علاوه این که وقتی یه هواپیمای آمریکایی هم در نیکاراگوئه سقوط کرده بود و یکی از سرنشینانش زنده به دست دولت نیکاراگوئه افتاد، رسانه‌ها متوجه شدند سازمان سیا داشته از شورشیان کنترا حمایت می‌کرده و پول این حمایت‌ها هم از طریق مذاکرات پشت پرده سلاح بین ایران و آمریکا تامین می‌شده. از طرف دیگه مشخص شد مذاکرات سیاسی هم بین بعضی از افراد ایرانی در خارج از کشور با مقامات آمریکایی انجام شده. نمونهش مذاکرات مخفیانه حسن روحانی با مکفارلین در پاریس بود. داخل ایران هم 13 آبان 65 آقای هاشمی به دستور امام بعد از جنجال مجله الشراع مجبور میشه به طور رسمی بگه که ایران مشغول تامین سلاح از آمریکا بوده و اصل ماجرای سفر مکفارلین به ایران حقیقت داشته.
اما آقای هاشمی چیزی درباره مذاکرات سیاسی پشت پرده نمیگه و مسئله صرفاً در حد تأمین سلاح باقی میمونه. ظاهراً آقای هاشمی تمایلی نداشته حرفی درباره مذاکرات سیاسی یا سفر حسن روحانی به فرانسه و مذاکره با مکفارلین گفته بشه. وقتی که به ما متوسل میشید، وقتی که شما از عرب و عجم استفاده میکنید و به ما پیغام میدید که به ما از نفوذتون، از اعتبارتون، از شیخوخیتتون در لبنان استفاده کنید و این انسانهایی که ماهاست در گروگانن آزاد بشن، ما میگیم خیلی خوب، ما این مقدار میتونیم کار بکنیم که به اینها بگیم در صورتی که خواسته های اینا رو بدند شما با شما کنار بیان. اما خود ما حرف حسابیمون با آمریکا و فرانسه اینه. این منطق روشنه دیگه، لازم نیست که اینقدر دنیا غوغا بکنه روی کارها. ببینید وقتی که انقلاب شد ما در آمریکا 10 میلیارد پول و لوازم و جنس داشتیم. یک قرارداد بوده بین ایران و آمریکا به نام FMS که بر اساس او در یک حساب ایران پول میریخته و آمریکا اسلحه میداده و خودش از اون حساب برمی داشته با قراردادی که داشتن. حالا روزای قبل از پیروزی، 2 روز پیش از اینکه امام بیان، اینکه بختیار جنایتکار اون قراردادهای اصولی رو یه دفعه لغو کرد و خیلی چیزایی مثل آواکس و اینا که آمریکا مجبور بود به ما تحویل بده طبق اون قراردادها، اینا رو لغو کرد و ندادن. اینو ما کار نداریم، اینا قرارداد لغو شده به هر حال در زمان گذشته. اما جنسایی که ما پولشو دادیم، آمریکا به هر قیمتی خواسته برداشته پولشو، اینا رو ورده تو انبار گذاشته و ما اونا رو نیاز داریم الان تو کشورمون. نیازم نداشته باشیم مال خودمونه. این که ما بگیم آمریکایی‌ها بیان جنسای ما رو برگردونن تا روشون بشه به ما بگن شفاعت کنید در لبنان، این حرف نه غیر منطقی است و نه زبونانه است و نه مغرورانه، حرف عادلانه است. بعد از جنجالی شدن ماجرای مکفارلین در ایران و آمریکا، عده‌ای از نماینده‌های مجلس دوم شورای اسلامی به علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت نامه نوشتن و درباره ماجرا سوال کردند که اصلاً وزارت خارجه هم در جریان مذاکرات قرار داشته یا نه. وقتی این نامه نوشته میشه و در صحن مجلس قرائت میشه، چند روز بعد امام خمینی سخنرانی رو انجام میده و از این اقدام نماینده ها انتقاد میکنه که چرا در این بره از زمان باید این نامه نوشته بشه. من هیچ توقع نداشتم از بعض این اشخاص، ولو بعضیشون در نظر من پوچند، لکن از بعضی از این اشخاص که سابقه دارم هیچ توقع نداشتم که در این زمان که باید فریاد بزنن سر آمریکا، فریاد میزنن سر مسئولین ما، چه شده است؟ شماها چتون است؟ در یک همچین مسئله مهمی که باید همه شما دست به هم بدید و ثابت کنید به دنیا که ما وحدت داریم، وحدت ما اینطور شده است و در روزی که روز هفته وحدت است، چرا شماها میخواید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا میخواید بین سران کشور تفرقه ایجاد کنید؟ چرا میخواید دو دستگی ایجاد کنید؟ چه شده از شما را؟ کجا دارید میرید؟ اینت از هبون. حالا تقریبا مطمئن شده بودم که با تفکری که امام داشته و خط قرمزش در مسائل سیاسی رابطه با آمریکا بوده، امام هم از جریان مذاکرات سیاسی اطلاعی نداشته و گمان امام این بوده که مسئله صرفاً در حد تبادل سلاح هست. امام هم که با آقای هاشمی اعتماد کامل داشت و مسئله جنگ برای امام مسئله اول بود. اینکه امام با آقای هاشمی اعتماد کامل داشت و همینطور مسئله جنگ برای ایشون مسئله اول بود، باعث شد که پرونده در ایران بعد از این سخنرانی امام مسکوت باقی بمونه و جلو نره. حتی توی خاطرات آقای هاشمی در سال 65 هم اومده که قرار شده بود کمیته حقیقتیابی تشکیل بشه که متشکل از بعضی از افراد وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و مجلس بوده. اما بعد از چند ماه این کمیته هم متوقف میشه و عملاً این کمیته هم منحل شد. خب در ابتدای
سال 66 آقای هاشمی یک گروه مشاورانی رو در رابطه با آمریکا و بحث مکفارلین به وجود میاره که در این گروه مشاوران آقای علیاصغر حجازی، آقای وردی نژاد و آقای حسین شیخ الاسلام هستند. بر اساس خاطرات آقای هاشمی معلومه این شورا رو آقای هاشمی فقط برای حفظ ظاهر درست میکنه. چرا میگم این رو؟ چون از یه طرف آقای هاشمی تعجیل داره این کار رو انجام بده، روز اول فروردین سال 66 در منزل خودش این شورا رو تشکیل میده، اما به فاصله 1-2 ماه با اعتراضات جدی اعضای این شورا مواجه میشه که اصلا ما هیچ نقشی در این قضیه نداریم. توی آمریکا هم کمیته حقیقتیابی برای این پرونده تشکیل شد که هم کمیته حقیقتیاب سناتور تاور بود و هم کمیته حقیقتیاب سنای آمریکا که توی اسنادشون به مطالب جالبی اشاره کردن، مثل اینکه اصل مذاکرات سیاسی چی بود، کیا درگیر پرونده بودن، نقش کانال اول یعنی محسن کنگرلو و منوچهر قربانیفر در پرونده چی بوده و کانال دوم که علی هاشمی برادرزاده آقای هاشمی بود در پرونده چه نقشی داشت و آقای هاشمی هم به مذاکرات با چه دیدی نگاه می‌کرده و دوست داشته ماجرا به کجا ختم بشه. کمیته تاور هم به نتایج جالبی رسیده بود، اما این کمیته هم گزارشش متوقف شد و منجر به نتایج ملموسی نشد. فقط همه فهمیدن که مذاکرات مکفارلین برای آینده ایران بود و قرار بوده که جمهوری اسلامی تغییرات اساسی بکنه. اما کار متوقف شد و آمریکایی ها هم نتونستن به اهداف مطلوب خودشون برسن. Mr. President, what do you think you have to do to restore your credibility? Ask me that question after a speech tonight. Do you still think that Colonel North is a national hero? His military record was one of numerous rewards for his courage. How about his involvement in the Contra situation? I'm not going to comment on that. Will you tonight? Tune in. Do you dispute the idea that you had a role with the fight for Mr. Reagan? No. And as I stated in my statement, he had spoken to me months before about his desire to leave. And then when all of this came up, decided that he would see it out and wait until after the Tower Commission report came in. Mr. President, you mean you do dispute the reports that she had a role in that? Of course I dispute that. As I say, he had a letter of resignation dated October. He did? How come we didn't see it? What? How come we didn't see it? Because, as I say, he decided to wait because of the problems that occurred. No phone hangups. So you're not going to apologize tonight to the American people? Tune in. Thank you. بعد از افشای ماجرا نام افراد زیادی توی پرونده مطرح شد که جالبترین این افراد حسن روحانی بود. ظاهراً روحانی در مذاکرات خارج از ایران هم با مکفارلین حضور داشت و مکفارلین که حالا پیرمردی شده بود سالها بعد درباره این مذاکرات میگه I recall the last exchange I had with Rouhani. This is 30 years ago. But he said after the president's policy had been explained to him that President Reagan sought not to overturn the revolution. We have disagreements, but we can see a way forward here. At the end of the day, he said, Bud, this revolution is going to have to run its course. This theocracy is going to take a long time. In short, this revolution is not terribly unlike other revolutions from Lenin to Mao to Castro and so forth. آقای هاشمی به هادی نجف آبادی و به آقای هادی نجف آبادی به عنوان مترجم فرستادن، نه برای و روحانی هم این به چه علت؟ به خاطر اینکه پول هزینه هم دست این بود دیگه. بعد این توی این قضایا باش پول هر کجایی که آقای هاشمی می‌خواست پول چیزی بده روحانی بود. اینا اومدن من رو
از صفحه پاک کنن. بیشتری چیکار کردن؟ اون موشکایی که من آوردم پولش ندادن. کی نداد؟ حسن روحانی. یک کسی مثل حسن روحانی چرا این کار نکرد؟ دستور آقای هاشمی من نوشتش هست، دستور آقای هاشمی رو چرا اجرا نکرد؟ چرا پول نداد؟ جالبه که 30 سال بعد از اون تاریخ هنوز مکفارلین دربارش صحبت میکنه و هنوز خیلی چیزها برای گفتن داره که نگفته. متوجه نمیشدم که چرا بعد از این مدت طولانی برای ما که توی ایران هستیم خیلی چیزها هنوز گفته نشده. کسای دیگه هم هستن که توی این پرونده درگیر بودن، مثل فریدون وردی نژاد و دکتر هادی نجف آبادی که هرچی پیگیری کردم موفق به مصاحبه باهاشون نشدم و انگار اصلا دوست ندارن درباره این پرونده چیزی بگن. حسن روحانی هم با وجود پیگیری‌های زیادی که کردم به دلیل اینکه رئیس جمهور شده دسترسی بهش امکان پذیر نبود و قبلا هم هیچ صحبتی درباره نقشش در پرونده مکفارلین نکرده که بتونم بهش استناد کنم. اینو خوب میفهمیدم که پرونده هنوز ابهامات زیادی داره که با فوت افراد مربوط بهش مثل آقای هاشمی، رونالد ریگان، بوش پدر که بعد از ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، عدنان خاشقچی و یا حتی آلبرت حکیم عضو وزارت خارجه آمریکا که یکی از آدمای مهم این پرونده بود، باعث شد که بخش‌های مهمی از اون دیگه شفاف نشه و مثل یک راز باقی بمونه. علیرغم این ابهامات در همین سالها کتاب‌های زیادی در مورد این ماجرا توی آمریکا منتشر شده. خیلی از سیاستمداران آمریکایی هنوز در خاطراتشون به پرونده مکفارلین اشاره میکنن و اینکه میتونست به کجا ختم بشه و چی شد که آمریکا به هدفش نرسید. آقای هاشمی هم به فکر این افتاد که یه گزارشی ما از دید خودمون بنویسیم با توجه به اطلاعات و اسناد و اینها که خود بنده رو مأمور کردن که من بشینم و این رو بنویسم. دعوت کردم به همکاری و من هم تو ساختمان مرکز تحقیقات استراتژی که آقای روحانی رئیسش بود، اونجا البته قائم مقام آقای هاشمی بود، ولی متاسفانه ایشون کارشکنی کرد، نیروهایی که لازم داشتیم در اختیار ما قرار نداد. بعد از یه مدتی من رفتم پلو آقای هاشمی بودم، آقا ایشون هیچ نوع همکاری نمی‌کنن. به هر ترتیب پرونده مکفارلین سال 65 به ظاهر بسته شد و گره روابط ایران و آمریکا باز نشد که نشد. در امریکا این قضیه خیلی روش بحث شد تو کنگره آمریکا و وزارت خارجه کاخ سفید و بعدها هم کتاب‌های متعددی در این رابطه نوشته شد. ولی خب در ایران صلاح ندونستن که مثلا خیلی قضیه باز بشه. خب میگفتن ممکنه این قضیه برای حیثیت بعضی از افراد مملکت احیانا مسئله ساز بشه. چیزی که من در نهایت از پرونده مکفارلین فهمیدم این بود که به دلیل تأمین سلاح ایران در جنگ 2 کانال برای تبادل سلاح و گروگان‌های آمریکایی ایجاد شد. کانال اول که مسئول اصلیش محسن کنگرلو بود و با افرادی مثل منوچهر قربانیفر، عدنان خاشقچی، الیور نورث و خود مکفارلین ارتباط داشت و کانال دوم هم به ظاهر از طریق علی هاشمی ایجاد شد و افرادی مثل فریدون وردی نژاد و محسن رضایی در جریان اصلش بودند. از اون طرف هم با افرادی مثل آلبرت حکیم و ژنرال سیکورد ارتباط گرفته بودند و اسامی اسرائیلی ها مثل دیوید کیمخه و امیرام نیر هم حتی در پرونده اومده بود که نتایج تحقیق و بررسی من هم بالاخره مشخص نکرد که واقعاً طرفهای ایرانی میدونستن با اسرائیلی ها هم مشغول مذاکره هستن یا نه. همه این کانال ها و ارتباطات هم زیر نظر آقای هاشمی صورت می گرفت و هاشمی مستقیم و غیر مستقیم در جریان 2 کانال بود. راستش توی پرونده با کلی اسامی دیگه هم مواجه شدم که در اسناد آمریکایی ها بهشون اشاره شده بود، اما همگی اونها فوت شده بودن و دیگه قابل دسترسی برای من نبودن. چهره‌هایی مثل تیمسار منوچهر هاشمی، رئیس اداره 8 ساواک که ظاهراً بخشی از ارتباطات ایرانی‌های خارج با داخل رو برقرار کرده بود، یا سید صادق طباطبایی که سخنگوی دولت موقت بازرگان در اول انقلاب بود، یا حسن کروبی برادر آقای کروبی. چیزی که متوجه شدم این بود که ظاهراً رابطه ایران و آمریکا دلال خارجی و داخلی زیاد داره و همیشه هستن افرادی که دوست دارن
به خاطر منافع خودشون هم شده بین ایران و آمریکا ارتباطی برقرار بشه. اما هر بار خواسته شده ارتباطی بین این دوتا کشور برقرار بشه، به دلیل پیچیدگی روابط و مشکلات مسئله بهتر که نشده هیچ، بدتر از قبل هم شده. ماجرای مکفارلین اولین تلاش رسمی بعد از انقلاب برای برقراری رابطه با آمریکا بود، اما آخریش نبود. در ادامه مطالعاتم متوجه شدم که بعد از فوت امام خمینی در سال 68 و زمانی که آقای هاشمی به ریاست جمهوری رسید، باز جریان آزادی گروگان‌ها در لبنان به صورت پشت پرده ادامه پیدا کرد. احتمالاً آقای هاشمی فکر می‌کرد با رئیس جمهور شدنش شرایط مساعد شده تا کار ناتمام خودش در سال 65 رو تموم بکنه و ارتباط ایران و آمریکا بعد از یک دهه پرفراز و نشیب از سر گرفته بشه. فردی به اسم پیکو که معاون دبیرکل سازمان ملل در اون ایام بود، مسئول رایزنی‌ها بین ایران و آمریکا شد. خلاصه بعد از 2 سال و نیم پرفراز و نشیب، همه گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد شدند و اون تعداد از گروگان‌ها هم که فوت شده بودن، جنازه‌هاشون تحویل دولت بعدی آمریکا شد. اما آمریکا این بار هم به تعهدات خودش عمل نکرد و زمانی که گروگان‌ها آزاد شدند، مدعی شد که ایران با گروگانگیرها ارتباط داشته و خود ایران در این ماجرا متهمه و تحریم‌های جدیدتری هم علیه ایران اعمال کرد و طبق خاطرات پیکو این بار هم ایران متضرر شد و تیر آقای هاشمی باز به سنگ خورد تا این بار هم در این قمار بازنده اصلی باشه. حالا میفهمیدم که چرا در رابطه آمریکا و ایران این همه بی‌اعتمادی هست. آمریکا دوست داره ایران مطلوبش که ایران آروم و ساکت و حرف گوش کن باشه رو ببینه و بعضی ها هم توی ایران به دنبال این هستن که نظر آمریکایی ها رو جلب بکنن. اونا فکر میکنن این رابطه خیلی ساده برقرار میشه. اما انقدر جو بی‌اعتمادی تاریخی مثل همین پرونده مکفارلین و بدقولی آمریکایی ها و کلاه سرگذاشتنشون سر ایران وجود داره که بعیده حالا ما رابطمون با آمریکایی ها خوب بشه. اصلا آمریکا وقتی میخواد سرنوشت جمهوری اسلامی رو خودش رقم بزنه، میشه به حل رابطه و برقراری رابطه امید داشت؟ من که بعید میدونم. پرونده مکفارلین هنوز برای من جذابه، چون به نظرم خیلی چیزها میشه دربارش گفت و نوشت. تصمیم گرفتم دربارش یک کتاب بنویسم و همه اون چیزهایی که دیدم، خوندم و شنیدم توی اون کتاب بیارم. امیدوارم بتونم یه روزی این کتاب رو بنویسم و توش به چیزهای مهمتری